ما توی ما روز 9 سپتامبر برگزار گردید. یک هفته زندگی کردم در آنجا. همین خیلی مرا گناهکار کرد که این خودش دختر نبود. پیش از اینکه که با من ویلادار شود دختر نبود. دلارام 18 ساله از منطقه کلوب را شوهرش بعد آن طلاق داد که یک شب به سبب بیماری نگذاشت با او همخوابه شود. دلارام برای ثابت کردن پاکدامنیش به مرکز تشخیص طبی دادگاهی مراجعت کرد. تشخیص نشان داد که او حق است و دلارام تا روز ازدواج و تا 10 روز پیش باکره بوده است. میل بازگشت به خانه شوهر را ندارد و می‌خواهد از طریق دادگاه پاکدامنیش را به همه ثابت کند. من را ملیسا خطی رفتم یک کرتم دادن یک سومکم تمام ندادن مرا یگان چیما یگان چیتا نمیتیم میگه ما برایم اثبات میکنم نام تازه میکنم پاک میبرارم همه شود. هر سال دهها نوروز در تاجیکستان به سرنوشت دلارام گرفتار میشوند و برای اثبات بیگناهی به مرکزهای تشخیص طبی دادگاهی مراجعت میکنند. سال گذشته به اینجا به مرکز جمهوریوی 100 نفر و در 9 ماه امسال 90 نفر مراجعت کردند تا به شوهر نشان بدهند که به غیر او با هیچ کسی همخوابه نشدند. در این کرسی در یک سال سرنوشت 10 زن بعد از خانه‌دارشوی یا بعد از جشن عروسی معین می شود. در جریان معاینه زنان در برابر 3 متخصص شوهر زن هم شرکت می کند تا باور کند که نتیجه تشخیص دروغ نیست. چون طور متخصصان میگویند نه همه مراجعت کنندگان به نتیجه تشخیص آنها باور میکنند. اکثر وقت به اعتمادی به زن و دانش کم جنسی جفتهای جوان را به مرکزهای تشخیص طبی دادگاهی می‌آورد. بعضی از جوانان که تا زمان ازدواج با کسی همخوابه نشدند به خلاصه طبیبان هم باور نمی‌کردند و می‌گفتند که همسرشان بی عفت است. هستن حالتایی که تو حتی ما نشان میتیم همون شوهر همون دخترمون نشان میتیم که مرحمت بیا این پرده بکارتی اینا دریشایی که میبینی همش نشان میتیم که به جا خونه مزدور هستن دریشان نه هستن حالتایی که انا باوری حاصل نمیکنن. در تاجیکستان باکره بودن زن تا زمان ازدواج حتمی است. نادختر نامیدن عروس بعد ازدواج اسنادی بزرگ به نام خانواده است و گاهی با خودکشی دختر و یا راندن او از خانه والدین می انجامد. طبیبان میگویند سالهای اخیر پسران هرچی بیشتر با بهانه باکره نبودن از همسر جدا میشوند، هرچند دلیل اصلیشان ازدواج مجبوری و نبودن مهر و محبت است. یک نمونه تا به مرگ کشیدن بحث بکارت در ناحیه واسع بود که آنجا یک عروسی 18 ساله به دلیل نادختر خواندنش از طرف شوهر سیرکا خورد و خود را کشت.